رسانه پشت پرده در یوتیوب با احترام تأمین. خودم جلو میدم به احترام خودتون راحت. سبک پاپاراتزی یک سبک جنجالی، یک زمانی قرار بود از زیر نفت زندگی ایدئالی بشه. خیلی رک میگن آقا میدن میکنن یه دونه دادن و کردن که جا بیفته پشت پرده. میبینیم که برای مسئولی گفتیم با بید وجب واقعا پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، بنده امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. ساعتی پیش از صدا و سیمای ایران صحبت‌های روح الله زم پخش شد که جنجال‌های زیادی رو در رسانه‌ها ایجاد کرد. عده‌ای میگفتن که این صحبت‌ها شبیه بازجویی بوده که علی رضوانی خبرنگار صدا و سیما از روح الله زم می‌کرده. عده‌ای میگفتن که اعترافات اجباری بوده و عده‌ای هم میگفتن یک مصاحبه ساختگی بوده و صحبت‌های واقعی روح الله زم نبوده. فکر می‌کردی یه روز بدون تعارف و آمد نیوز با هم گفتگو کنن؟ نه واقعا فکر نمی‌کردم. امروز در رسانه پشت پرده می‌خوایم پشت پرده صحبت‌های روح الله زم رو افشا بکنیم و راستی آزمایی بکنیم که چقدر از صحبت‌های روح الله زم درست بوده و چقدرش ساختگی بوده و چقدرش اجباری بوده. قطعا اون کسایی که برنامه پشت پرده رو دنبال کردن میدونن که من حدود یک سال و نیم با روح الله زم تلفنی صحبت میکردم، هرچند این اواخر سایه همو با تیر میزدیم، ولی خب با عقاید این شخص من تقریبا آشنا هستم و میدونم که چه تفکراتی داشته روح الله زم. اما مصاحبه‌ای که از تلویزیون پخش شد توسط علی رضوانی که من از نزدیکم میشناسمش، از همکاران قدیم ما در صدا و سیما بوده، چیزی شبیه یک مصاحبه حرفه‌ای تلویزیونی نبود و کاملا ناشیانه و دیکته شده بود. اما خب طبیعیه دیگه، وقتی شما میرید توی نهاد امنیتی و میخواید با یک شخصی که حالا متهم هستش یا مجرم هستش مصاحبه بکنید، یک سری سوالات دیکته میشه و شما نمیتونید خلاف اون چارچوب ها سوال بپرسید. پس عملاً اگر یه شخصی مثل علی رضوانی یا هر شخص دیگه میرفت و این مصاحبه رو میگرفت، طبیعتاً همون سوالاتی رو میپرسید که علی رضوانی پرسیده. پس ما نمیتونیم بگیم که این نوع سوال پرسیدن بازجویی بوده. اما نکته بعدی ریاکشن ها و رفلکس های صورت علی رضوانی بود. اینکه بعضی جاها خنده هایی رو انجام میداد از جانب قدرت، بعضی جاها ریاکشن ها و رفلکس های انجام میداد که به نظر من یک خبرنگار حرفه‌ای یا یک خبرنگار سیاسی این کار رو انجام نمیده و ما مجریای حرفه‌ای سیاسی هم در تلویزیون ایران در سالهای گذشته داشتیم و این نوع سبک مصاحبه کردن اصلا حرفه‌ای نبود. اینو من نمیگم، کارشناسای امر رسانه هم میتونن رو سه بذارن و قطعا تکنیک‌ها و اصول‌های خبرنگاری و مصاحبه‌ای چیزهای دیگه رو میگه در این نوع سبک مصاحبه. خیلی خوب، یه عکس نشونت بدم. آره. خب در اینجا ما میخوایم ریاکشن مجری یا آنالیز بکنیم. شما به چهره مجری و نوع خندش توجه بکنید. کانالته، اون لحظه‌ای که منتشر شد دستگیری، این تازه شروع ماجراست. این لحظه‌ایه که منتشر شد که سازمان اطلاعات سپاه روح الله زم رو دستگیر کرد و در کانالت اینو ندیده بودی؟ نه. و آرم سپاه اومد به جای آرم کانالت. بعد این صحنه میدونی چیش قشنگ بود؟ وقتی این منتشر شد به سرعت نور داشت منبرهای کانالات میریخت. شما اینجا به چهره علی رضوانی دقت بکنید، انگار خودش روح الله زم رو دستگیر کرده و اصلا عدالت رسانه‌ای رو در مصاحبهش رعایت نمی‌کنه. همه داشتن در میرفتن. یعنی اعتبارش رو من بوده دیگه. آتیش بیار معرکه بود. اما خب به هر حال علی رضوانی خبرنگاری بوده که یک خبرنگار ورزشی بوده، از برنامه خارج از گود بخش خبری 23 رسیده به موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی و همه جا هم می‌بینیمش و گویا مثل اینکه صدا و سیما کمبود خبرنگار مواجه شده و یکی دو تا از خبرنگارها ثابت این کار رو انجام میدن. اما نکته جالبتر اون هم که ما دیدیم در این مصاحبه این بودش که الان شرایط جامعه ایران و کل دنیا این هستش که باید فاصله اجتماعی رعایت بشه. ما ندیدیم ماسکی بود نه فاصله رو قشنگ میچسبیدن به هم دیگه و سوال پرسیدن که این هم در نوع خودش جالب بود و مصاحبه‌ای که بیشتر
مجری حرف میزد تا روح‌الله زم و اینم در نوع خودش ناشیگریه. مجری بود. میخوایم بررسی بکنیم و راستی آزمایی بکنیم صحبت‌های روح‌الله زم رو. اولین سوالاتی که حالا علی رضوانی میپرسید از روح‌الله زم سن و محل زندگی اینا بود. بعد از اون راجع به گرایش‌های سیاسی روح‌الله زم پرسیده بود. می‌خوایم راستی آزمایی بکنیم یکی که سوالات رو و صحبت‌های روح‌الله زم. عقاید سیاسی چی بود؟ سیاسی بیشتر یه ذره به این وریا میزد، یه ذره بیشتر مثلا سمت اصلاح طلبا یه ذره میزد، یعنی رفرمیستی بودم بیشتر، خواستار اصلاح بودم مثل روندار تا 88 دیگه. 88 به بعد دیگه یه دفعه چپ شد. خب اینجا میاد آقای روح‌الله زم میگه که من گرایش سیاسیم به سمت اصلاح طلبا بود تا 88. بعد از 88 یهو چپ کردم، یعنی تا 88 بودم. اینجا خود روح‌الله زم داره شخصا دروغ میگه. چرا؟ چون شما کافی یه سری به کانال تلگرامی آمد نیوز بزنید، حالا تو آرشیوهای قبلی سرچ بکنید، میبینید که روح‌الله زم میکوبید در همین 3-4 سال گذشته برای اصلاح طلبا، هم برای روحانی هم برای کسای دیگه. حتی تو مصاحبه‌ای که با تلویزیون مختلف مثل کلمو حالا تلویزیون دیگه کرده بود هم گفته بود که حمایت کرده از اصلاح طلبا به خاطر اینکه بیان بالا. پس گرایش سیاسیش تا 88 نبوده اصلاح طلب، تا همین الانش هم اصلاح طلب بوده و هست. بریم یه دیگه از صحبت قدیمیش هم گوش بدیم که حمایت کرده بوده از اصلاح طلبها تو تلویزیون خارج از ایران، موقعی که داخل ایران نبوده و اعترافات اجباری از دیده سری افراد رو انجام نداده بوده. بحث اومدن آقای روحانی های دوباره هم اگر روحانی کاندید بشه حمایتش میکنید. حالا شاید یک بازی سیاسی بود، اما جدا از اینا ببین آقای احداری، ما سر بحث انتخابات ریاست جمهوری تحلیل ما اینجوری نبود که راه بیفتیم بگیم آقا ما اصلاح طلبیم یا عاشق روحانیم یا دوست داریم روحانی بیاد، دوست داریم رئیسی نیاد کشور ویران میشه. ما مجموعه ما تحلیل امنیتی داشت برای آوردن آقای روحانی. من فقط یه اشاره کوچیکی میکنم به شما. آیا میخوام دیگه بازش نکنم تا بعد قضایای دیگه اتفاق بیفته و بعد بیام بشینیم مفصل صحبت کنیم. آیا اگر همین الان آقای قالیباف یا آقای رئیسی سر کار بود این مشکلاتی که الان تو کشور وجود داره آیا بود؟ این تظاهرات هایی که تو سر جای جای کشور داره ایجاد میشه آیا بود؟ این میزان نارضایتی که میان مردم ایجاد شده و 70-80% مردم رفتن روی براندازی حکومت آیا بود؟ ما میشه این صحبت شما رو اینجوری تعبیر کرد که شما خواستید که روحانی بیاد، تضاد درونی حاکمیت و عدم تدبیر و مدیریت روحانی سبب این بشه که مردم وارد خیزش بشن. این تعبیر شماست؟ میشه اینجوری هم تعبیر کرد. میشه یه سری اخبار پشت پرده راجع به سناریوهای آینده این رو هم میشه گذاشت در کنارش که در مجموع با توجه به شرایط سیاسی داخل کشور و شرایط سیاسی خارج از کشور ما به این نتیجه رسیدیم که باید بریم پشت یه فردی مثل روحانی. بله، صحبت روح‌الله زم رو شنیدیم. اما یه نکته جالبی که تو صحبتاش بود، فکر می‌کنم باید یه درس آموزنده‌ای هم باشه برای مسئولین، قضات و کسایی که توی نهادهای امنیتی ایران هستن. ببینید یه سری افراد رو میگن بفرستیم زندان بیان اصلاح بشن. یعنی شما برای چی میفرستید زندان طرفو؟ برای اینکه طرف اصلاح بشه و اومد بیرون نادم و پشیمون باشه. اما توی زندان ایران مثل اینکه بعضی وقتی یه جوری با افراد برخورد میکنن، وقتی میان بیرون جری‌تر میشن یا عصبی‌تر میشن، میگن که اومدیم بیرون بدتر میکنیم. یعنی حتی روح‌الله زم خودش به این قضیه اعتراف میکنه که میگفت اومدم بیرون و میخواستم از زندان بیام بیرون، گفتم این پایان ماجرا نیست، میخوام دهنتون رو سرویس بکنم. بشنوید این صحبتاشو. در زندان که اومدم بیرون به بازجوم گفتم، یعنی یه کارشناسی داشتم، دوستان میشناسن، یه کارشناسی داشتم خیلی لهجه شیرین اصفهانی هم داشت، خیلی هم با من خوب بود، سربازجوم بود، خیلی هم با من خوب بود. گفتی چی بهش؟ مهربونی هم بود. گفتم من برم بیرون به سادگی تموم نمیشه. گفت حالا شما برو بیرون حالا تا ببینیم بعدش چی میشه. بله دیگه قطعا خودتون میدونید که تو بعضی از زندان‌های ایران چه رفتاری رو با افراد میکنن. اما راجع به منابع خبری آمد نیوز هم صحبت شده بود که روح‌الله زم قبلا میگفت من چند تا منبع دارم توی نهادهای مختلف، تو بیت مثلا میبینم طرف صبحونه چی خورده، نهار چی خورده، شام چی خورده، ما 200-300 تا منبع قوی داریم. بعد اینجا باش مصاحبه میکنم، میگه که
منابع یکی دو تا بودن وصل می شدن و رد می شدن و از این صحبت ها و از یکی دو تا منبع نام میبره. این دیگه رو گوش بدیم. بیایم من این نکته به شما بگم که حالا شاید یه بگن که حالا زیر بار اعترافات اجباری بوده اینجوری گفته. من این نکته به شما میگم جالب. خبرهای خاصی که میزدیم اون موقع یکی دو تا منبع اصلا اتومات وصل شد. یکی دو تا منبع اتومات وصل شد که خبر خاص میداد. بله متوجه شدید. یه نکته بگم، اینکه روح‌الله اعظم مثلا میومد 2 نفر توی تهران زخمی میشدن، میگفت 200 نفر کشته شدن. 5 نفر مثلا توی محله‌ای داشتن شعار میدادن، میگفت 500,000 نفر ریختن شعار دادن. گندگویی، بزرگنمایی و فیک نیوز بودن شما میدونید بالا تا پایین رسانه آمد نیوز رو ببینید بوده و این گندگویی‌ها و فیک نیوز بودن‌ها باعث میشه که روح‌الله اعظم هنوز باورش بشه که 200 تا منبع داشته و چه آدم گنده‌ای بوده. قطعا یک سری از اخبار آمد نیوز کاملا جعلی بود. کدوم هست مثلا قوه قضاییه فرزندش سندش مشکل داشته. خب دیگه چیزی که منتشر کردیم منظورم ما تا 6 ماه بعدش هم نمیدونستیم سندش مشکل داره. اما یه نکته جالب‌تر این هستش که طرف زیر حکم اعدامه و بهش اعدام دادن و حکم رفته دیوان و دهنش رو دارن تا دسته سرویس میکنن. بعد بهش میگن یه سری از افرادی که منابع خبری بودن یا با در تماس بودن رو بگو. نمیگه. ای بابا دیگه بالا تصفیه‌های رنگی نیست دیگه، چرا اسامی این افراد رو نمیگی؟ من بد دارم سوال میکنه؟ نه شما یه جوری داری سوال میکنی که من نمیخوام اونجوری جواب بدم. نمیخوام. یعنی چی؟ نمیخوام اونجوری که شما میخوای جواب بدم، چون شما میخوای واضح همه چی رو من بگم. من نمیخوام واضح همه چی رو بگم. یعنی من میخوام جواب بذارم دهان شما؟ نه یه سری اسامی میاد وسط که این اسامی هم اسامی بزرگیه، اسم خیلی بزرگه و همین که صلاح نیست بگم و اگه اسمشون برده بشه ممکنه از من شکایت بکنن و مجددا شکایت‌های دیگه بیاد. اکثر این آدم‌هایی که میرن وصل میشن به این جریان سیاسی تو خارج از کشور به فکر منافع شخصی خودشونن. حتی روح‌الله اعظم هم توی صحبتاش میاد میگه که این افراد در خارج از کشور به فکر منافع شخصی خودشونن. خیلی راحت میان بالا تا پایین یه سیستم رو فوش میدن. یه سری از مردمی که از سیستم داخل ایران هم ناراضیان به سمت خودشون هدایت میکنن. اون رفتن اینجوری هم میکنن که طرف مثلا به فلان آخوند فوش داد، طرف به فلان جریان سیاسی فوش داد، طرف به اطلاعات فوش داد، طرف به سپاه فوش داد. پس این آدمیه که به درد انقلاب بخوره. میرن فالوش میکنن، دنبالش میکنن. طرف هم میره از یه سری جریان‌های مختلف بودجه میگیره. حالا خارج از کشور زیادن به خاطر اینکه میبینه یه سری آدم جوگیر این تیپی هم وجود دارن که بدون مطالعه این افراد دنبال میکنن. اگر حالا هر کسی اومد راجع به ما صحبت کرد، افشامون کرد، گفت آقا اینا دارن کلاهبرداری میکنن به اسم جریان سیاسی، طرفو وصل میکنیم به دستگاه امنیتی داخل ایران، میگیم بابا طرف سپاهی اطلاعاتی داره ما رو خراب میکنه. حتی این قضیه رو هم روح‌الله اعظم بهش اشاره کرده بوده. بشنوید. یا مثلا فلان آدم تو آمریکا که اومده مثلا یه کنگره اسمی را انداخته و سیای لشکر و خودش همه کار است و اینا، ما مثلا تاشو در آوردیم که از یه دونه مثلا اسرائیلی از یه دونه یهودی داره بودجه میگیره و حالا مثلا یه سازمانی یه تشکیلاتی به اسم کنگره نمیدونم چی را انداخته و داره از یه اسرائیلی یا از یه یهودی بودجه میگیره. به هیچ کس هم نمیگه بودجه رو گرفته، به همه هم خودش هم داره میخوره. بله قطعا فکر کنم متوجه شد که راجع به کدوم آدم فیک سیاسی داره صحبت میکنه. کنگره منگره رو انداخته بوده. اما چند وقت پیش یک مصاحبه تلویزیون ایران از روح‌الله اعظم پخش کرد به اسم پرسه در مه اگر اشتباه نکنم. اونجا روح‌الله اعظم راجع به فرانسه و دستگاه امنیتی فرانسه میگفتش که آره دولت فرانسه با من خواسته همکاری بکنه، به من پول داده، تجهیزات داده که من راستی آزمایی بکنم اخبار محرمانه رو. مثلا اخبار محرمانه میرسه دست فرانسه میدن روح‌الله اعظم راستی آزمایی بکنه. یعنی فرانسه نشسته که روح‌الله اعظم براش راستی آزمایی بکنه. دستگاه اطلاعات امنیتیش هم پشم. بریم این صحبت‌های قدیم روح‌الله اعظم رو بشنویم. تقریبا اونجا ماهی 2000 یورو به من حقوق میدادن و حقوقم اینجوری نبود که ماهیانه پرداخت بشه.
یه کار دیگه هم که میکردن چک منبع میکردن، یعنی یه گزارشایی میرسید بهشون، نمیتونستن صحتش رو ارزیابی کنن، با من چک میکردن که این چقدر صحت داره، مثلا فلان گزارش رسیده دست ما. و خب خیلی از گزارش ها مثلا یادمه حالا چند تایی بود، 7-8-10 تایی بود، اینا رو من زودتر از این اصلا چیز میکردم، این میگفتم این مثلا تا یه حدی صحت داره، این مثلا، و بعد میگفتن درستشو بنویس بده، که من درستشو مینوشتم. یه قراری با من میذاشتن و میگفتن که اول هم قرار میذاشتن که ما بالاخره داریم از شما حفاظت سنگین میکنیم و ماهی 15,000 یورو 20,000 یورو اینا هزینه این اسکورت و تردد و فلان و ایناست، و حالا کوچکترین کاری که شما میتونی بکنی اینه که یه تحلیلی از شرایط ایران به ما بدی که وضعیت چجوریه. حالا آوردنش تو تلویزیون و میگه که آره دستگاه فرانسه به من پول میده که کشور رو بریزم بم. این دو تا حرف با هم تناقض داره و از اون طرف هم میگه که فرانسه سری امانت‌ها رو از ما میکرده. بعد جالبه که راجع به سرویس‌های اطلاعاتی و وصل شدنش به رولایز هم جالب توضیح میده. میگه که ما نمیتونستیم این افراد رو شناسایی بکنیم که طرف مثلا وصل به فلان سرویس اطلاعاتی، بعد اومده به من پیام میده تو که نمیتونی چک بکنی که طرف وصل هست یا نیست، چجور اخبار محرمانه رو میتونستی چک بکنی؟ بشنوید این دیگه از صحبتشو. سراغ سرویس های اطلاعاتی فرانسه، آمریکا یا کشورهای دیگه ای که ارتباط گرفتی یا ارتباط گرفتن، قصهشون چی بود؟ ببین تو خارج از کشور این ارتباطات و اینا تقریبا نمیگم خیلی علنیه و اینا، ولی ارتباطاتیه که هست، یعنی وجود داره. خیلی هاشم با پوششه، یعنی مثلا طرف که میاد به سمت منی که مثلا رسانه دارم نمیاد بگه من از سرویس اطلاعاتی فلان جام، که میگه من مثلا دکتر فلانی هم از مثلا استاد دانشگاه، یا مثلا نمیدونم فلانی هم. ما هم که سازمان اطلاعاتی نداریم که بخوام بریم در بیاریم که تمام کارمون رو بذاریم، زندگیمون رو بذاریم بریم که در بیاریم ببینیم اصلا طرف کی هست، چجوری هست، چجوری اصلا در بیاریم مثلا یه کشور دیگه میاد. و گفتن خب از این به بعد تحت محافظت پلیس فرانسه این تا خطراتتون برطرف بشه. گفتم شما بالاخره از کجایید و اینا؟ گفتن خب اینجا کمیساری است و ما اومدیم پلیس رو داریم پلیس صحبت می‌کنیم. گفتم واضح بگو حرفتو که چیه و اینا. گفتم میخوان که با شما کار بکنن و حمایت مالی کنن شما و به خود شما که گفتن شخصا هر چقدر که خودتون بگین حقوق میدن و تیم آمدین یا کاری دارین، سخت افزاری، نرم افزاری، امکاناتی، دفتری، نمیدونم هر چی که بخواین و هزینه‌شو میدن که چیکار کنی؟ که بریزین به هم مملکت رو دیگه، یعنی مملکت رو کامل بریزین به هم. چیزی که هستش این هستش که رولا زن آدمی بوده که لاف زدن رو خوب بلد بوده و آدمی بوده که گندگویی و فیک نیوز بودن رو خیلی خوب بلد بوده. این مصاحبه رو هم که ما دیدیم چیزی شبیه مظلوم نمایی بود و گفتم یاره به قول یه عده میگفتن بازجویی بوده. البته خب بازم میگم هر کس دیگه هم میرفت میشه مجبور بود این سوالات رو بپرسه، چون یه لیست سوال گذاشتن جلوی طرف رو میگن صحبت بکن. اما اون چیزی که مشخصه الان بقیه ادمین های آمد نیوز کجا هستن، اون تاجر فیک استرالیا کجا هست، شیرین نجفی کجاه و بقیه کجا هستن؟ الان چرا حرف از اونها نزد، اسمی از اونها نیاورد؟ و دیدید دیگه سیستم اپوزیسیون شده کاسبی، یعنی اینجوری که روحل اعظم هم صحبت کرده کاسبی اپوزیسیون، میان فوش میدن، بودجه میگیرن، طرفدار کسب میکنن. قرار بود عادل الجبیر که مثل وزیر خارجه قبلی عربستان بود موازی با تلویزیون اینترنشنال، ایران اینترنشنال، یه تلویزیون دیگه بزنن، چون اعتقاد داشتن که ایران اینترنشنال دستشون در رفته و خط و خطوط عربستان رو دنبال نمیکنه، یعنی کامل افتاده دست همون بانده. و یه 10 تا اسم مثل که بهش داده بودن، این مثلا به من گفتن 4 ماه 5 ماه راجع به این 10 تا اسم تحقیق کرده بود، گفته بود من اینو میخوام، یعنی دست گذاشته بود رو اسم من که میخوام تلویزیون مدیرش این باشه. بودجه خیلی زیاد بود، ما سالی 30 میلیون دلار هم بودجه گذاشته بود.
یعنی هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره که شما اینقدر راحت بتونید پول در بیارید. مثلا راجع به تاسیس تلویزیون میگفت 30,000 نمیدونم دلار، 300,000 همچین عددایی. خب پول میگرفتن برای تاسیس تلویزیون بودجه. یعنی شما چه کاری میتونی خارج از کشور داشته باشی که درآمدش از اپوزیسیون بودن بیشتر باشه؟ فوشو میدی، طرفدارم جذب میکنی، پولم میگیری. حالا این آدم خود دیگه اصلا مشخص بود از قبلم دایره فکریش چی بوده. خیلی فشار روم زیاد شد، ناامید شده بودم، خیلی مایوسم شده بودم و اصلا انگیزه دیگه نداشتم. گفتم حالا جمهوری اسلامی مثلا بره، اینا میخوام بیان، برای چی مثلا این بعد بره اون بیاد؟ اینا بیاد مثلا رضا پهلوی بیاد یا مثلا تیم سلطنت طلبها. واقعا به این نتیجه رسیدی؟ بله. یا چون الان اینجایی اینو؟ نه به دوستانم هم گفته بودم، عقیده شخصیم هم همین. نتیجه این که گول این بازی‌های سیاسی و این نوع صحبت‌ها و این نوع حرفایی که حالا یه سری اپوزیسیون ها هم میزنن نخورید. مردم خودشون سواد سیاسیشون اگر بره بالا، مردم اگر درک سیاسیشون بالا باشه، خودشون میتونن بهترین تصمیم بگیرن. نیاز به این اپوزیسیون های فیک ایلینگ در هوا هم ندارن. مرسی که حالا تا این لحظه با ما همراه بودید. سعی کنیم قسمتایی از صحبت‌های روح‌الله زم رو بکشیم بیرون، آزمایی بکنیم ببینیم که چقدرش درست هستش. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. اگر هم کامنت بذارید من حتما میخونم. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.